سید محمد حسین بهجت تبریزی سید محمد حسین بهجت تبریزی 1285 الی 1367. تو برای مقدسی متخلص به شهریار، شاعر ایرانی و اهل تبریز و به زبان ترکی، آذربایجانی و فارسی شعر سروده است. استاد شهریار یا شهریار در سرودن گونه‌های دگرسان شعر مانند قصیده و مثنوی، غزل، قطعه، ربایی و شعر نیمایی چیرده است. اما بیشتر از دیگر گونه‌ها در غزل شهره بود و از جمله غزل‌های معروف او میتوان به علی ای همای رحمت و آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا اشاره. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا. شهریار نسبت به علی بن ابی طالب ارادت ویژه داشت و همچنین شگفتی بسیار نسبت به حافظ و فردوسی. او در تبریز در خانواده بستان آبادی از روستای خشکناب به دنیا آمد و بنابر وصیتش در مقبره الشعرای تبریز به خاک سپرده شد. بیست هفت شهریور را به واسطه روز درگذشت او روز شعر و ادب ملی ایران نامیدند. من تو خواهی خود با گوش خاطر تو من فسانه ها خواهم خواند با گوش خاطر تو من فسانه ها خواهم خواند. مهمترین آثار شهریار به زبان ترکی منظومه حیدر بابای سلام و منظومه سهندیه است که از معروف ترین آثار ادبیات ترکی آذربایجانی به شمار می رود و شاعر در آنها از اصالت و زیبایی های روستای دوران کودکیش و کوه سهند یاد کرده است. بیشتر من رشد اولین بچگیم در ده بوده، خوشگناب و همون حیدر بابا کو قریه حیدر. شانسی که من آوردم از در بچگی این بود که الفبار پیش اشخاص با ایمانی دیدم، اهل ایمان بودم، آخوند مولا محمد باقر و مولا ابراهیم رها. خدا بیامرزد. شهریار از جمله سرایندگان است که شعر را محل نیک برای بیان این اندیشه ورزی های ژرف نگرانه و پند آموزانه دانسته و بسیاری از اندرس های اخلاقی تربیتی را در قالب های گوناگون شعری به ویژه در قطعات و رباعیات و دوبیتی ها باز می گوید. جانم با قربانت ولی حالا چرا، ولی حالا چرا بے وفا، حالا که من مخاطب این افکار و مفاهیم
نیز نوع بشر و انسان در طول تاریخ است، نه خطاب شخصی و منحصر به فرد. روح استاد شهریار شاد. تقریبا 5 سالمو تمام کرده بودم. 6 ساله بودم در منزل خانه عمم ساکن بودیم. خونه عمم یک اتاق مهمانی داشتن که یه تاقچه‌ای داشتن. اون تاقچه 2 کتاب بود با جلدهای مندرس. اینا یکیش قرآن بود، یکیش دیوان حافظ. من 5-6 ساله میرفتم جا بازی میکردم، میومدم ای عاشق این 2 کتاب بودم، باز میکردم. گاهی قرآن باز میکردم، گاهی دیوان حافظ رو. مثلا قرآن رو باز میکردم تاها ما انزلنا الیک القرآن تشقی، آیات خدا، کلمات الهی، از بچگی آشناست. یا حافظ رو باز میکردم در خرابات جانم و قربانت، ولی حالا چرا، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که منو 5 سالمو تمام کرده بودم. 6 ساله بودم در منزل خانه عمم ساکن بودیم. خونه عمم یک اتاق مهمانی داشتن که یه تاقچه‌ای داشتن. اون تاقچه 2 کتاب بود با جلدهای مندرس. اینا یکیش قرآن بود، یکیش دیوان حافظ. من 5-6 ساله میرفتم جا بازی میکردم، میومدم ای عاشق این 2 کتاب بودم، باز میکردم. گاهی قرآن رو باز میکردم، گاهی دیوان حافظ رو. مثلا قرآن رو باز میکردم تاها ما انزلنا الیک القرآن تشقی، آیات خدا، کلمات الهی، از بچگی آشناست. یا حافظ رو باز میکردم در خرابات مغان نور خدا میبینم. از اول مغز من، قلب من با این کلمات موزیکال پر شد، با اینکه معنیش رو نمیفهمیدم ولی ناخودآگاه منعکس میشد در روح من. به طوری که بزرگتر که شدم دیگه هر کلامی، هر شیری به نظر من سبک می آمد. از بس عادتم به قرآن و دیوان ها اشعار حافظ بود، اشعار دیگران سبک به نظرم می آمد. و بعد در سال وقتی 14 سالم تمام شد، اول 1300 شمسی رفتیم تهران. با پسرمون رفتم، یه رفیقی هم داشتم به نام سید ابوالقاسم.